90% نمیدونین که از بین یوتیوبرایی که دارین هر روز نگاهشون میکنین یه نفر هست که عادت داره هر شب ساعت 8 لابستر بخوره. مگه میشه؟ به قرآن داره دروغ میگه. من میدونم حاجی، اصلا لابستر تو تهران هم به زور پیدا میشه. حاجی داره حرف مفت میزنه. بریم ببینیم چیکار. حاجی اسلام این که چیزی نیست. یه یوتیوبر هستش نمیخواد مردم بدونن ولی هر روز ساعت 8 صبح میره سوشی میخوره. آقا کدوم احمقی صبح سوشی میخوره؟ صبح یا باید بری کله پاچه بخوری یا املت. آقا اینا رو ول کن. این غذا کدوم بدبختی؟ عدس پلو با کباب و سیب زمینی و گوجه. امروز میخوایم بریم عجیب ترین غذایی که یوتیوبرها تو زندگی عادیشون میخورن و بخوریم، بهشون نمره بدیم و ببینیم که کدومش خوشمزه تره. آقا به قرآن اگه لابستر باشه من عمرن بخورم. دارم همین الان میگم مواد فروشی پارکای شاپتولمون تن نمیتونم سری لابستر. سلام عمو مهدی گل. آقا جان به من چرا سلام نداری؟ تبریک میگم، دورت بگردم ان شاءالله که بترک کنی تو این چالش. آخرین وعده غذایی که خوردم خونه بودم. وایسا نون توستو بردار، توست کن. نون توستو با توست نداریم الان. کالباس هر کالباسی بود، سس خردل، گوجه، پنیر خامه‌ای. از این پنیر خامه‌ای، پنیر خامه‌ای رو بنداز. وای آب دهنم افتاد. بعد دوباره یه لایه چیز، کالباس، پنیر چدار از این ورقه‌ای‌ها، بعد دوباره نون. عاشقتم. اولا که مرسی از سوید. ما گفتیم یه غذا بگو. غذا ابتدایی داره میگه. یه دقیقه صبر کن بذار من بهت بگم. توستر بچه‌ها نداریم ولی وسیله‌هاشو می‌خریم. خونه ما توستر داریم، می‌ذاریم تو توستر ما آماده میشه. توستر آقا ببین پدر من عاشق توستر بود، همیشه توست می‌کنه همه چی. وای آقا دمت گرم. آقا مهدی رو آوردم خونه، نونشو توست کردم. میخوام دقیقاً طبق همون چیزی که سوئیل گفته اول نون توست، یه لایه کالباس. واسه خیلی حاجی. یه لایه کالباس. ای بابا اینو میذاشی یخچال بابا. بذار آقا اینم نداشتم من یخچال، اون که خوبه. گربه اینو چی میگی پس؟ این هم اینجا بیرونه. بابا سگ اینو نمیخوره. سوئیل تو چه جوری حاجی به خدا نخورده اینو، فقط می‌خواد ما رو اذیت کنه. ما رو می‌خواد تست کنه. کثافت. عمرن سوئیل این چیزا نمیخوره. توی کالباس سس خردل بریز. قشنگ پخش کن بابا شو. حالا اون قاشقو بزن تو پنیر. نه بابا از پنیر بعد میذاری. حیف بابا هدر میره. خب چی کار می‌خوای بکنی؟ پنیر رو بعد بریزیم روش. الان هدر نرفت. سهیل به قرآن مجید ببینم در باشه. بابا جان ببخش. بابا این گفت بیا داداش. بعد گفت کالباس من نمیخورم. باید بخوری. تو میخوری؟ باید نمره بدیم. بذار روش. آقا این نمره نداره. بابا سگ بیابونم ببینه اینو میفهمه آقا. بیا حسن دو طرف. بیا دیگه. تو بزن من میزنم. نمیشه. جون من تو بزن من میزنم. آجی بابا نمیذاره. بابا میذاری بخورم؟ این ساندویچ رو. سهیل الان مواد غذایی هدر رفت. خیالت راحت شد. الان همه اینا یکی بخواد بخوره 200,000 تومان. این کالباس چند بود؟ بعدم نبود. تا دست چند میدی؟ باجی اصلا طعمش همینجوری اومد تو دهنم. یک قبل سینما اینو خورده. چرا؟ ساندویچ سرد میدن. 6 من 2 میدم. 1 دادم من 7 از 20. سهیل نمره 7 گرفت. سهیل تجدید شد. بریم سراغ نفره بعدی. آقا بعدی کیه؟ آقا رضایی گل. تمومه پسر بزن ببینم. سلام مهدی جان، من آخرین وعده‌ای که خوردم پاستای پستو بود. آقا پاستا پستو که پسته توشه؟ آقا نه آقا احمقی. یه سس ایتالیایی که تو سسش سبزیجات و ریحونینا داره که بریم بدم پستو بخوریم. احمقی بریم گم شیم ما وقت نداریم آقا. باجتام پاستا پستو رو زده 200 گرم پنبه ریکا. آقا پنریگاتا هستون شما برو خودتون نه. پستو گوجه خوش. سس پستو که میدونید چیه؟ پنیر پارمزان و گردو نمیدونم عزیزم نخوردم. همین چیزا. گوجه خوش، روغن زیتون، سینه مرغ گریل، پنیر پارمسان، ریحون هم داره. آجی سلیقه رضا خوبه واقعا. سلیقه رضا تو غذا خوبه. یعنی برای سلیقه‌شون بده اینجا. سلیقه سهیل واقعا تو غذا خوب نیست. سلیقه سهیل برادر. خب انتخاب رفیق هم خوبه. دستی بوسی پدر، احترام به خانواده. عالی. واقعا بچه خوبی. داره ولی تو غذا نه. واقعا تو غذا ضعیف عمل میکنه سهیل. ببینیم رضا چیکار کرد. رضا واقعا خوبه به نظرم. خب رنگش رنگ خوبیه حاجی. این گوجهش فکر کنم گوجه خوش که شما بخور. بو میده. بخور خفه شو. آبی گوجهش آشغاله میشه بنزن رو. یه گوجه غیر خشک هم داره. بچا این پاستا پستو رو من یه بار یه جا خوردم. رضا این چیه خوردی؟ خیلی خوشمزه بود. بستگی ببین غذاش خوشمزه است. اینجا خوشمزه آماده نکرده. همین واقعا غذای سوئیل بهتر. غذا سوئیل 8 چقدره. این ریحون ایتالیایی میگفت همین یه برگ گذاشته. آره این ریحون ایرانیه دوستان.
حاجی به نظرم واقعا خوبه، جدی نظرم عوض شد نسبت به این غذا. قرار غذای دیگه هم بخوریم مهدی جان. بعد می‌خوریم اینا. می‌خوایم مرتب بدید تا آخر بخورین نتیجه فرق نمی‌کنه. نمره بدم. این 8 از 10. 7 از 10. بقیه رو هنوز نخوردم. هیتر تو گفتی اینا خوبه سلیقه رضا. سلیقه غذاش خوبه، این یارو خیلی خوب درستش نکرده. 15 از 20. عشق تو آوردم. گوش کن فقط. آرمانه. سلام با آقا مهدی گل. آقا باز به ما سلام نکردن. هم نهار هم شام 2 وعده لابستر خوردم. آرمان تو رو جون ما بابا چرت میگه، مطمئنم نخورده. مگه چنده؟ حداقل 1.5-2 میافتیم ما الان بریم. میخوری نخوری باید بخوری. من گوهو میخورم ولی لابستر باید بخوری داداش، یک دو تا من دارم میدم. آقا من ببینم حالم بد میشه مهدی داداش، ول کن آقا من نمیام جدی. میخوری. من با این 3 تا خانم که دارم میخوری برم یه دور بزنم. نه میخوریم بعد میایم همینجا. گل میدی حله بده. رسیدیم. بینا بالا واقعا آبرومون میره، به خدا آبرومون میره مهدی. چی آبرویی بره داداش؟ حاجی من میام میزنم. ناخوناشو من میخورم، دستیناشو به تو جای ماهیچه‌شو میدم. بابا اصلا بریم خدای من دستشویی گناه دارم. دارم. به قرآن من آقا ذبح شده. شما داری گاو میخوری، گوسفند داری میخوری. آقا بریم جدی بریم. نس کلش اصلا من نصف خرچنگو بخوری بهت 1 تومن میدم. خفشی 2 تومن بهت میدم. بچه‌ها یارو گفتش 1 ساعت تو لابی بشینید، ما هم گفتیم بعد دیگه خدا رو شکر ما وقت نداشتیم دیگه خدا. اندرز نمیاد. غذا دریایی نارنجستان. باید بیای. باید ببین امشب من تو همین حین عاشق شدم. امشب هر غذایی نخوریم لابستر باید بخورم. من حین امشب همین حین که استرس لابستر داشتم یه خانم خوشگله دیدم، گفتم این زن زندگی منه. همون لحظه داده اومد دستشو گرفت رفتم. بابا ریدم دهنتون. آقا ول کن آرمان توس، به قرآن مجید من سری بعدی تو رو ببینم حاجی، واقعا از خجالت در اوکی بابا بذار بیاد. آره با اون میزنه. آروم برو، خیلی آروم میری که این بیاد شماره بگیرم ازش. تو خودت میسوزی. زد اون مخش زد. اینجا اسمش بام فراز جدی میان مخزنی. واقعا من یه بار الان میخوایم لابستر بخوریم مثلا. آقا اصلا من کاری با اون ندارم. یه بار من با رفیقم اومدم اینجا، به پسر شماره دادیم. با رفیقم گفتم پسره چرا دادی؟ نمیدونم اون شمارهشو گرفت. برو یه دور بزن. آقا میذارم تو ویدیو. من تو این ویدیو شماره نگیرم از سگ کمترم. دور بزن حسین. بابا این باشه سرعت میریم. چی سرعت مخ میزنه حسین. برو بغل اون تیوولیه ببینم این کیه. آروم دست اندازه. این بنده خدا از سر کار عصبی داره برمیگرده. بابا اصلا ناموس مردم من اینا رو بده. برو رستوران مگه غلط کردم شماره بگیرم. حاجی اسپیناس داره زنگ میزنه. الو بله بفرمایید. چشم برام میاد. چرا اینجوری کردیم؟ کشی بود. خندم گرفت. آروم بردار. نمیداره آقا، یه غذا گفته هیچ نداره، خودش هم نمیداره. حاجی اصلا گل بگیریم واسه یه بنده خدایی. به خدا من گل میخوام بگیرم برای گل روی ویورا. جدی داری میگی؟ به شما و ویورهای عزیز دیگه غذای آرمان کنسل دیگه. پس آقا جدی ما برای غذای آرمان 2 تا جا رفتیم. اسپیناس که سرو نمی‌کرد و همچنین اسپیناس خدایی سرو می‌کرد ولی خیلی شلوغ بود. بچه‌ها بگیر فکر کن من چیزم. بیا مثلا به پیشنهاد ازدواج. اصلا حواسم نبود دارم با این مرد تمرین می‌کنم. الان ببینم اینو جلو بستر نداره. ما خوابیدیم دیگه. حاجی توسم جوابم. سلام حاج مهدی گل. سلام درود حاج آرمان. چطوری؟ خوبی هستم؟ خدا لعنتت کنه حاجی. چرا؟ آقای عزیز ما تا ساعت 2 نصف شب با حسام توی هتل اسپیناس، نمیدونم انواع اقسام رستوران‌های مختلف دنبال لابستر بودیم، نیست تهران. آقا یه غذا دیگه بگو وسط ویدیویی. آرمان زنی یه غذا ساده بگو حاجی، اینقدر غذای چرت و پرت خوردیم. یه غذا بگو نمره بالا بگیره حاجی. آوردیم آره حاجی همه با اون دشمنی داشتن حاجی. بذار پس من یه چیز ساده ارزون قیمت بگم. استیک گوساله. حاجی باز این خوشمزه است، میتونه آدم یه کاری کنه. حتما گوساله باید باشه، گاو نمیشه. استیک گاو نمیتونیم بخوریم. شد حاجی این آرمان توسو ببینمش حتما. استیک چنده؟ 1 تومن دیگه حدودا. خوب حاجی
عرضه آقا بریم بخوابیم بداشی میشه یکم بخوابیم بچه‌ها 500 قیمت استیک بدون استخونش بود. ما استخون باز نه، ما گوشت بازی. چرا چاقو نداره؟ آقا چی بوی میده؟ بده آقا بده سریع من بخورم برم. 12 ساعت آرمان ما رو معطل کرده. این بدون استخون نبود میگه چی؟ آقا اصلا کارت نیورده. آقا این آرمان توسو کلا اصلا من خود جدی دوست. میخوام تست کنم. یه دقیقه صبر کن نمره. واقعا خوبه. جدی خوبه. هیچ خوب نموش. نمره بده. 9 میدم من. داداش ما 12 تا یورو از وقت که 9 میدم. به غذای این مرد 9 میدم. منم 8 میدم. 8 و 9 17. بریم غذای بعدی. اوکی سلام. احسان میرزاد ویدیو فرستاد. ماشینم داره میره. بابام بیا خرابه. احسان چی؟ بگردون ماشینو. بگو ببینم. بیا احسان ببینیم چی میگه. سلام به روی ماد داداشم مهدی، خیلی مخلصم. دوباره سلام کرد. به من سلام نمیده. قربونت بشم. ما قربونت برم. طبق فرمان شما گفتیم ما آخرین وعده غذایمون چون ما پیش پای شما گوجه مرغنه خوردیم. گوجه مرغنه کجای تهران پیدا کنیم ما؟ میگه که گوجه رو همینجوری میگی یارو اسلایس کنه 2 تا تخم مرغ روش میزنی. از اینا من قبلا درست کردم خونمون، ولی میخوام ببرم یه جا. حاجی ماشین خرابه، نمیتونی درستش نمیتونی بکنی؟ زنگ بزنم امداد خودرو فکر کنم 2 ساعت پیاده بریم. آخه ماشین رو همینجوری بذاریم پیاده بریم. زنگ بزن میلاد. دوستان میتر رو بردم تو شاپور یه سرای غذای چیزو گفتیم بزنه برام. احسان میرزاد گل. خدا لعنت کنم کسی که باعث شد ما از دیروز تا امروز این ویدیو طول بکشه. آرمان تئوس. آقا دم شما گرم. چه چیزیه خدا. دم شما گرم. خیلی لطفا. نمره بده ببینم. واقعا 8 میدم. منم 8 میدم. 16 بهترین غذا. میریم سراغ غذای هر چیز میز خوردم حاجی، واقعا دیگه نمیکشم. اصلا چرا آدم باید تو یه روز انقدر چیز میز بخوره؟ بس دیگه. آرامش خودتو حفظ کن، منطقی با وضعیت برخورد کن. چیزا غذای جدید رسید. آرمان ویدیو فرستاد. سلام داش مهدی. حاجی تو گفتی میخوای خودت ویدیو رو بگیری، تو عقص این کارو کردی. شب بود که بال مرغ خوردم. یکیش سس بوفالوی تند بود، یکیش خردل عسل شیرین. اینا رو با هم بزنیم چون ماما میا. حاجی همه چرا غذاهای عجیب غریب میگن؟ یه نفر من ندیدم درست غذا بگیم. فکر کنم بزنیم. میشه نزنیم. آخریشه دیگه. دیگه آخر. وقت کمه حاجی. بیا سس رو بردار. سس بوفالو رو بزن. سس بده تایممون انقدر غذا به ما داده حالم بد شده. همه رو بزن روش. کل آسانسور بو بال گرفت. آقا اینووا نمیشه. بزن سرش بزن. بودو بودو. وای حسام وای دستمون به فنا میره. حاجی چیکار کردی؟ دیدیم. چرا با من این کارو؟ من نمیخوام. آرما خدا لعنت. بذار پایین. خوشمزه است. یوتیوبرا میخوره. خوشمزه است ولی جدی خوشمزه. اصلا خوشمزه نمیخوره. نمره بده. 2 ثانیه مونده. سری نمراتو بده. سری نمراتو بده. نه 8. چرا 8؟ 6 و 8. شاید. حسام حاجی احمد ویدیو رو فرستاد. غذا بعد من. بیا بیرون غذا رو ببینیم دیگه. بیا من پلی کردم. دیشب من جات خالی یک کنار دریا صدف دریای خورد ولی نه. من واقعا دیشب یکی از گرون‌ترین غذای زندگیمو خوردم. توی ویدیو بود ارزان‌ترین تا گرون‌ترین غذا رو داشتم میگرفتم. غذای آخرش اسمش بود دامپلینگ. یه غذای چینیه. من اتفاقا حال کردم باش ولی قیمتش کوچولو بالا بود. و جالب بدونی، حالا نمیدونم مهدی تو میدونی یا نه، حالا بچه‌ها شاید بدونن، دامپلینگ غذای داداشمونه. غذای پاندای کنفوکاره. مهدی دقیقه چشاتو باز نکن. من اینو رفتم گرفتم. حاجی تو ویدیو رضاینه یه باکس بود سالاد داشت. 4 تا بود. خیلی احترام گذاشتن. باز کن. برای سگ غذا آورده. 2 تا باز کن بابا. این چیه 320 تومانی کرد تو پاچمون. سسش رو نگاه، روغن و کنجده. بده اون کن. هیچ اوهی میده حاجی. نچسب این آب زد بیرون. واسه من یه ذره اینو دستمال داد. یه کار خفن کنم.
بزن تو این سس پسر بخور. من میگم اصلا بو نکن، اصلا بو نکن، با هم دیگه سدوید بریم. سه به خدا بد بود. نمیدونم دام فیلینگی مثلا بعد این یارو احمد رئیسا خودت خندت نگرفتی غذا رو خوردی؟ بریم سراغ غذای بعدی. نمره ندادی اصلا به خدا صفر. آقا این علی گریزی میکنی 3 ساعت ویدیو رو نفرستاده. اونجا خب خوابیده یارو دیگه چیکار کنم زنگ بزنم بهش آقا چی آخه این چی خورده اصلا بعد غذا من میخوام بدونم آجی گریزی چی میخوره غذا بزن. سلام بر مهدی پس گل. حالا من داشتم ساندویچ بم می‌خوردم. از این ساندویچی توش مرغ هست، سوسیس هست، کلباس هست، گوش هست. دروغ میگه. آقا این کانتنت کریئتور چرا غذاهای عجیب غریب این سوئیل که ما رو ایستگاه خودش کرده؟ این چه از این چالش میشه. بعد کلش رو تنهایی باید بخوره. بابا گام شو. بابا میگه بابا این چه دنیای آرمانتاوس داره تو ایران لبستر خارجی رو میخوره، اون داره تو خارج غذای ایرانی بمب میخوره. بمب از کجا بیاریم آجی 11 شب ساعت؟ یه جا دارم برات اتفاقا نزدیکم هست. همین خیابون رو پیاده بریم سمت چپ یه رستوران معروفم هست ولی دیگه خیلی افت کرده دیگه مردم معمولا غذا بمبی بچه‌ها نمیخورن. یه بوم داره تهران موشک هم داره پسر دنبالم بیا. حاجی هیچ جا تو تهران بمبی دیگه نمیدن. اینجا هم هر کی اومده مسموم رفته. این داداش یه گاز هم نمیتونیم بزنیم. نگاه سهیل هم اینو نمیتونه بخوره. داغ حاجی داغ خیلی واقعا بده. علی گریزی کلا نمیدونم یه دنیای دیگه سیر میکنه. واقعا میخوام بدونم چی فکر کرد گفت یه دونه اینو بخور. خوشمزه ترین ساندویچی که تا حالا خوردم. حالم بده. من فقط عاشق این مغازه‌ای ام که عینک فروشی بغل رستوران بمب بزنه. میدی حاجی بابا من واقعا عذر میخوام ولی واقعا بده. من یه خانم تو اسپیناس دیدم. دوستان پای شتر تا حالا دیدین؟ یه پا شتری بودیشون. عمره 4 حاجی. 5 به قرآن زیاده. من 5 9 از 20 بریم. من گشتم. زنگ بزن سوئیلینا هم بیان حاجی. من واقعا نمیتونم اینو کامل بخورم. آقا چقدر به 12 شب بعد دیگه بعد بذار قارچاشم بخورم. بعد دیگه داریم. باشه آقا میخورم. آقا میریم واسه ویدیو علی زلزله. ببخشید صدای کم بده. آقا ول کنید ترافیک گیر شد. من غذا خودم حالم بده بزنید. آخرین وعده من جای همگی خالی یه کباب ماستی مشت زدم. بخور نوش جونه. کباب ماستی حاجی من جوجه ماستی شنیدم. کباب ماستی زده کباب ماستی. آقا من یه ایده دارم. من واقعا حالم بده. منم واقعا حالم بده. کامنت هر کی زیر این ویدیو بیشترین لایکو بخوره 500,000 تومان حاج مهدی براش میزنه. شما فقط کامنت میذاری. کسایی هم که کباب ماستی باید آیدی اینستاتون رو بذارید زیرش. آیدی تلگرام. کسایی هم که کباب ماستی خوردن تو کامنت ها بهش نمره بدن. آفرین. حاج علی دمت گرم برامون نوشتی. از شانس حاج علی افتاد ویدیو آخر. فردا برزیلم.